و صفت دهم این نزول است. نزول فرود آمدن، یعنی نزول الله، فرود آمدن الله به آسمان دنیا از صفت‌هایی است که با سنت و اجماع صحابگان ثابت شده است و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که ینزل ربنا الی السماء الدنیا حین یبقى ثلث اللیل آخر. ربمون، پروردگارمون، هر شب وقتی که 3/1 قسم آخر شب باقی میماند به آسمان دنیا فرود می آید. فیقول، و میگوید، چی میگوید؟ من یدعونی فاستجیب له، کیست که مرا دعا کند تا دعای او را اجابت کنم؟ کیست که من را بخواند، از من دعا طلب کند تا دعای او را اجابت کنم؟ این حدیث در صحیح بخاری در کتاب تهجد باب درباره یا که در بیان دعا و نماز تا آخر شب آمده است. حدیث تحت رقم 1145 و در صحیح مسلم در کتاب نماز مسافر ذکر شده است از حدیث ابی هریره رضی الله عنه و همچنین حدیث ابی سعید خدری. پس سلف صالح درباره واقعیت نازل شدن الله، فرود آمدن الله اتفاق نظر دارند. بنابراین این صفت نازل شدن الله سبحانه و تعالی به آسمان دنیا چگونه که حدیث را خواندیم اثبات شده است، باید اثبات نماییم بدون هر گونه تحریف، بدون هر گونه تعویل، بدون هر گونه تکییف و تمثیل. نزول واقعی، فرود آمدن واقعی، آنچه که موافق و لایق مقام او سبحانه و تعالی است. اما اهل تعطیل میگویند که نزول از نزول امر اوست، میگویند نزول امر اوست، یا رحمت است، یا ملائکه که فرمان او را می‌آورد اجرا می‌کند است. ولی این تفسیرهای نادرست هستند، چون این تفسیرها مخالفی گفته سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم است. اگر منظور در جا امر یا که رحمت، چگونه که اهل تعطیل میگویند، یا که ملائکه هست، اگر این میبود و گفته اینها اگر این میبود و نزول نمیتوانست با چنین کلمات که پیامبر گفتند که کی ما را دعا میکند تا دعای آنها را اجابت بکنیم، من یدعونی فاستجیب له، کی دعا میکند تا دعای او را اجابت نماییم.